ویدیو جدید ما خوش اومدید. من دکتر معصوم هستم. سعی دارم توی این ویدیوها اطلاعاتی رو در مورد داروهایی که شما میتونید توی داروخانه بدون داشتن نسخه تهیه کنید بهتون ارائه بدم. خوشحال میشم نظراتتون رو برای من بنویسید و اگر در مورد داروی خاصی اطلاعاتی نیاز دارید خوشحال میشم بنویسید تا من بتونم براتون اطلاعات جدید رو بذارم. بحث امروز ما در مورد نازن اسپری هست. تو چه مواقعی نازن اسپری تهیه میشه، برای چه چیزایی و یا چیزهایی که در واقع مربوط به نازن اسپری هست. بیشتر نازن اسپری هایی که ما داخل داروخانه میبینیم برای علامت های آبریزش هست، آبریزش های فصلی. این ترکیبات در واقع مثل آنتی هیستامین هستند. ترکیباتی هستند که آبریزش رو برطرف میکنند. فرد آبریزش بینی داره و خیلی اذیتش میکنه، نیاز داره به یه ترکیبی که به کمک اون بتونه ترشحات بینی رو کم کنه. ترکیب اصلی که داخل قطره ها یا اسپره هایی که بیشتر به شکل اسپره هست، چون استفاده ازش برای افراد خیلی راحت تره. ترکیب اصلی زیلومتازولینه که به عنوان یه ترکیب آبشولنده، یه ترکیب ضد هیستامین استفاده میشه. خیلی مدل های مختلف نازن اسپری وجود داره در دوزهای مختلف، چون ما نازن اسپری برای در واقع زویگلینگ داریم، برای بچه های زیر 2 سال داریم که با دوز خیلی پایینه، در واقع 0,025 25,000%. برای بچه هایی که بین 2 تا 8 سال داریم 0,05 و برای بزرگسالان داریم که در واقع 1 میلی گرم تو میلی لیتره. این دوز بندی به خاطر این هست که دوز ماده ضد احتقان یا ضد آلرژی داخل سنهای مختلف باید تنظیم بشه. برای بچه‌ای که هنوز توانایی در واقع دفع این مقدار از ماده های ترکیب شیمیایی نداره، پایین ترین دوز طراحی شده و ترجیحاً برای بچه ها به صورت قطره استفاده میشه. چرا؟ چون تنظیم دوز توی قطره برای مادر خیلی راحت تره تا اسپری. توی ترکیبات وقتی میرید داروخانه از شما میپرسن کدوم قطره میخواید، شما مدل‌های خیلی مختلف میبینید ولی تفاوتی نمیدونید چه تفاوتی دارند. یه سری از قطره‌های در واقع اسپره‌های بینی توی داروخانه با فلگه هستن، چون استفاده از ترکیب ضد احتقان توی بینی بعد از چند روز باعث خشکی مخاط بینی و سوزش میشه. ترجیحاً یه ترکیب فلگه مثل دکسپانتنول در داخل نازن اسپری میارن و این باعث مرطوب شدن مخاط داخل بینی میشه و سوزش کمتر میشه. ترکیباتی مثل نازیک همیشه داخلش فلگه داره. در مورد راتسیو فارم ترکیبی که دو داره میتونه داخلش در واقع فلگه داشته باشه. بعضی مواقع کلاً ترکیبات ضد احتقان اگر طولانی مدت استفاده بشن میتونن باعث وابستگی بشن. به همین خاطر توصیه شده بین 5 تا 7 روز نهایتاً استفاده بشه. و یک ترکیباتی به اسم حالا توی در واقع نازیک اوکا یا نئو وجود داره. اینا کنزرویرungsmittel درشون وجود نداره و این باعث میشه که میزان وابستگی فرد کمتر بشه. یه ترکیب دیگه که داریم، اینا همه بقیه مارک هستن، یعنی هیچ تفاوتی توی ماده مؤثره وجود نداره. ترکیب دیگه نازیوین هست که برخی موارد در واقع توصیه میشه به جای در واقع ماده مؤثره زیلومتازولین، اکسیمتازولین یه ماده مؤثره دیگه است که خیلی مواقع در بچه های بزرگسالان
ممکنه کسی که از این قطره‌های بینی استفاده میکنه حالت اثر بخشی خوبی رو بهش نده، میتونه از نازیبین استفاده کنه. در یه زمانهای فرد خیلی علامت‌ها، گرفتگی‌های شدید بینی داره و احساس میکنه نمیتونه نفس بکشه، در مخصوصا فصل سرما یه ترکیباتی رو داریم که بتونن اتریش اول مثل اوکالیپتوس اول اینا باز کننده راه بینی هستن. در کنار ماده مؤثره ضد احتقان شما ترکیبات دیگه ای رو میبینید که برای آبریزش بینی یا برای گرفتگی بینی استفاده میشن، مثل رینوشپری پلوس که داخلشون اتریش اول هست یا سینوس اسپری که این در مواقعی که گرفتگی های شدید مجرای بینی وجود داره میتونن استفاده بشن. بعضی مواقع فرد نمیخواد طولانی مدت از یک ترکیب ضد احتقان استفاده کنه. حالا در مواردی که چه گرفتگی بینی داره چه آبریزش بینی داره، چون احساس میکنه بهش وابسته میشه، بعد از 5 تا 7 روز که استفاده کرد از یه سری اسپره های بینی استفاده میکنن که فقط کخسالز، فقط آب نمک همراه با فلگه هستن. این کمک میکنه حالت مرطوب نگه دارنده بینی، راه بینی رو در واقع باز نگه میداره و اون وابستگی رو نداره. ترکیبات مختلفی هست مثل امزر نازنشپری که فقط آب نمکه، یا ترکیباتی مثل در واقع هوزان فلگ اسپری. این برای افرادیه که بعد از یه مدت استفاده کردن از ترکیبات نازنشپری حالت خشکی شدید بینی دارن، از این ترکیبات استفاده میکنن که اون مخاط بینی دوباره به حالت نرمال برگرده. اگر یه زمانی خشکی بینی به اندازه‌ای باشه که فرد احساس کنه بینیش هر روز حالت خون اومدن داره و خیلی اذیتش میکنه، یک حالت اول مخصوص خشکی شدید بینی هست به اسم گلوزیتین که این اون رو چند بار در روز استفاده میکنن و این درجه و مرتبه مرطوب کنندگی خیلی بالایی برای بینی داره. در مواردی که افراد درگیر در واقع مشکلات حالا بینی، چه داخل آلرژی چه داخل سرماخوردگی هستن، خیلی مواقع بهشون توصیه میشه که از نازن دوش استفاده کنن. نازن دوش ها در واقع یه ترکیب پلاستیکیه، یه محفظه پلاستیکیه، یه نمک مخصوص با یک درصد خاص که درصدهای مختلف میتونه داشته باشه داره. شما آب تا اون خطی که گذاشته میریزید، نمک رو داخلش میریزید و حل میکنید، به طور کامل مجرای بینی رو شستشون میدید. از یک سوراخ آب رو در واقع داخل بینی پمپ میکنید و از سمت دیگه خارج میشه. این خیلی مواقع کمک میکنه که سریعتر اگر مشکلی با آبریزش بینی هست، اگر ادامه دار شده، اگر حتی تو خیلی از مواقع که آلرژی و سوزش های بینی وجود داره، این ترکیب میتونه کمک کننده باشه. ممنونم از اینکه به ویدیو ما توجه کردید.